رئیس جمهور ازبکستان تاکید کرده است که کشورهای منطقه به یک افغانستان صلح آمیز و باثبات نیاز دارد که فعالانه در روند همکاری‌های اقتصادی با همه همسایگان خویش مشارکت کند. شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود در جلسه سران سازمان کشورهای ترک که در شهر آستانه قزاقستان برگزار شده بود، خواستار فراموش نشدن وضعیت افغانستان در پس زمینه دیگر درگیری‌های بین المللی شده است. آقای میرزیویف خواستار توسعه مکانیزم‌های مشخص با هدف حل چالش‌های اجتماعی در این کشور شده و گفته است که رایه کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان ادامه خواهند داد. افغانستان و باثبات خواست سازمان کشورهای ترک. رئیس جمهور ازبکستان تاکید کرده است که منطقه به یک افغانستان صلح‌آمیز است و باثبات نیاز دارد که فعالانه در روند همکاری‌های اقتصادی با همسایگان خویش مشارکت کند. رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود در جلسه سران سازمان کشورهای ترک که در شهر آستانه قزاقستان برگزار شده بود، خواستار فراموش نشدن وضعیت افغانستان در پس زمینه دیگر درگیری‌های بین‌المللی شده است. برقراری صلح و آرامش در سرزمین چند ملیتی افغانستان که تاریخ و سرنوشت آن با مردم ترک در طول هزاران سال ارتباط نزدیک دارد، شرط اصلی تضمین ثبات و امنیت استراتژیک در منطقه ما است. با این حال در شرایط کنونی که درگیری‌ها و جنگ‌ها در سایر نقاط جهان در حال افزایش است، این مشکل به طور فزاینده از توجه جامعه بین المللی غایب است. رئیس جمهور ازبکستان خواستار توسعه مکانیزم‌های مشخص به هدف حل چالش‌های اجتماعی در این کشور شده و گفته که راه کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان ادامه خواهند داد. شکل ثبات دائمی در افغانستان ربط مستقیم به بود داخلی و بود خارجی قضیه دارد، به این معنا که در بود داخلی قضیه باید یک سری از تحولات از جمله تحولات سیاسی با وجود آید، از جمله تشکیل یک ساختار سیاسی و دولت همه شمول، و در بود خارجی در صورت تغییر در معادلات منطقه‌ای فراتر از منطقه‌ای، این تغییرات نباید بالای فرایند حکومتداری و سیاست در افغانستان تاثیرات منفی بگذارد. رئیس جمهور ازبکستان افزوده است که سازمان کشورهای ترک فعالانه به ارائه کمک‌های بشردوستانه از طریق مرکز لوجستیک در ترمز و آموزش شهروندان افغانستان در مرکز آموزشی ادامه می‌دهند.